بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه قرآن و معارف سیما. تسلیت عرض می کنم خدمت شما سال روز شهادت مظلومانه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو و امیدوارم که خداوند ما رو در زمره ارادتمندان به ایشون و فرزند بزرگوارشون حضرت حجت روحی و ارواح نال تراب مقدم الفدا قرار بده. آمین یا رب العالمین. توفیق این رو داریم که از سامرا، از منزل امام حسن عسکری علیه السلام و از کنار مسجد نورانی و پربرکت امام عسکری علیه السلام و پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام پیش روی شما باشیم و در چنین روزی که متعلق هست به وجود نورانی ایشون از این مکان پربرکت برنامه رو به شما تقدیم بکنیم. ضمن عرض تسلیت این روز ویژه و مهم که بسیار پر اهمیت هست برای ما توجه کردن به ذوات نورانی اهل بیت علیهم السلام و خصوصا وجود نورانی حضرت امام عسکری علیه السلام که مظلومانه در اینجا به شهادت رسیدن و در اینجا مدفون شدند. یک بخش کوتاهی رو با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم پیش روتون خواهیم بود. لطفا همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ولی الله، السلام علیکم یا حجت الله، السلام علیکم یا نور الله فی ظلمات الارض، السلام علیکم یا من بدا لله فی شأنکم، اتیتکما زائرا وعارفا بحقکما، معادیا لاعدائکما موالیا لاولیائکما، مؤمنا بما آمنتما به، کافرا بما کفرتما به، محققا لما حققتما، مبطلا لما ابطلتما، اسأل الله ربی و ربکما ان یجعل حظی من زیارتکما، الصلاة على محمد وآله، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين، وأسأله أن يعتق رغبتي من النار، ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما، ويعرف بيني وبينكما، ولا يسلبني حبكما وحب آبائكما الصالحين، وألا يجعله آخر العهد من زيارتكما، ويحشرني معكما في الجنة برحمته. اللهم ارزقني حبهما وتوفني على ملتهما. اللهم لعن ظالمي آل محمد حقا وانتقم منهم. اللهم لعن الأولين منهم والآخرين، وضاعف عليهم العذاب، وأبلغ بهم وبأشياعهم ومحبيهم ومتبعين أسفل درك من الجحيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل فرج وليك وابن وليك
واجعل فرجنا مع فرج یا ارحم الراحمین. تسلیت مجدد عرض میکنم خدمت شما سال روز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری علیه السلام رو بسنن. الهی که خدا معرفت بیش از پیش به ما عنایت بکنه نسبت به ذوات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و در چنین روز شریفی در کنار مسجد نورانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم و دعوت میکنم که بیننده ما باشید. به کارشناس محترم برنامه امروزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی چهره نما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و محترم. بنده به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت امام عسکری سلام الله علیه رو هم به امام زمان روحی فدا تسلیت عرض میکنم، هم به مردم محب اهل بیت جامعه ایرانی و تمام شیعیان عالم و انشاءالله از خدا میخوام که خداوند دست ما رو از دامان اهل بیت لحظه کوتاه نکنه و شفاعت اهل بیت رو انشاءالله شامل حالمون قرار بده انشاءالله. خب اونهایی که با جغرافیای شهر سامرا آشنایی دارند، اینجا یک مکانی بوده که عملاً سکنه اینجا کسانی که در اینجا سکونت داشتند نظامی بودند و از این حیث بود که حضرات معصوم امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام در اینجا سکنا داده بود حاکم عباسی و به دنبال این بود که تحرک رو از این امامان و میزان ارتباط اونها رو با شیعیان کاهش بده. لذا خیلی قریبانه در اینجا در منزل خودشون تحت محاصره و تحت سیطره بودن، هم وجود نورانی امام هادی علیه السلام و هم وجود پربرکت امام عسکری علیه السلام، تا جایی که امام عسکری علیه السلام حتی از سامرا خارج نشدند برای به جای آوردن حج و یه رسم دلی هم حجاج دارند به واسطه اینکه وقتی مشرف میشن میگن که به نیابت از وجود نازنین امام عسکری علیه السلام هم یک طوافی به جای بیاریم. یعنی حضرت موفق نشدن برای به جای آوردن فریضه از سامرا خارج بشن و همینجا به فوز شهادت نائل آمدن. لذا ضمن اینکه حالا به این بهانه آرزو میکنیم که خداوند حج روزی همه شما آرزومندان بکنه که اونجا اگه رفتیم ان شاءالله به نیابت از امام عسکری علیه السلام هم طواف به جا بیاریم. به نظرم میاد که آقا درباره همین فضا باید خیلی گفتگو بکنیم. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم باهاتون همراهی. مجددا تسلیت عرض میکنم خدمت شما سال روز شهادت مظلومانه پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام حضرت امام عسکری علیه السلام و بازم عرض میکنم ما در سامرا در کنار بقعه نورانی و مسجد شریف و متبرک و نورانی حضرت امام عسکری علیه السلام و پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام هستیم و در واقع اینجا خانه پدری امام زمان علیه السلام. حضرت به خاطر حصری که بر ایشون تحمیل شد، هم وجود نازنین امام هادی علیه السلام هم امام عسکری علیه السلام در همین جایی که الان قبر مطهرشون واقع شده زندگی میکردن، خانه شریفشون بود و به فرمود و وصیت خودشون در حیات خانه مدفون شدن. لذا اینجا خانه امام زمان هست که یقینا به اینجا آمد و شد خواهند داشت. به زائران این بقعه نورانی حتما حضرت حجت علیه السلام توجه و عنایت ویژه خواهند داشت، کما اینکه نه تنها پدر و پدر بزرگشون بلکه مادر و عمه بزرگوارشون هم در همین ذریح حضرات عسکریین مدفون هستند و به هر حال یقینا در آمد و شدهایی که حضرت امام زمان علیه السلام به این مکان دارند حتما به زوار سامرا عنایت ویژه خواهند داشت و آرزو میکنم که شما هم به زودی این فضای نورانی و معطر رو تجربه و زیارت بکنید. خب کماکان با شما همراه هستیم. مقدمه‌ای رو فرمودید و الان در خدمت شما خواهیم بود که ادامه بفرمایید. این که من عرض کردم این مقدمه برای اینکه امروز روز شهادت امام عسکری سلام الله علیه در واقع روز انتقال ودیعه امامت از امام عسکری به امام زمان روحی فداه.
اما در نگاه شیعی مفهوم امامت کاملا متفاوته، اتفاقا برگرفته از آیات قرآنه. کاملا این نگاه متفاوت میشه. شما وقتی در مورد انبیا دارید صحبت میکنید، قرآن وقتی داره انبیا الهی رو معرفی میکنه نمیگه که این انبیا الهی وقتی رسیدن به 40 سال 50 سالگی تازه اینا مستعد شدن، تجربه پیدا کردن، گفتن حالا بیا مردم رو هدایت بکنیم. اصلا اینطور نیست. قرآن اتفاقا وقتی میخواد جناب یحیی سلام الله علیه رو معرفی بکنه، آتیناه الحکم صبیا، میگه ما حکمت رو بهش کی دادیم؟ زمانی که کودک بود. از این تازه اونورتر قرآن فهماد که وقتی جناب مریم متهم شده بود و واقعا امتحان سنگینی بود. و نکته ای رو اینجا عرض بکنم، اینکه خداوند فرمود بلا ینصرن الله من ینصره، خدا نصرت خودش رو میرسونه برای اون کسانی که میخوان یاریش بکنن و اصلا انسان رو رها نمیکنه در بزنگاه ها. همینطور حقیقتا جناب مریم سلام الله علیه یک مسئله‌ای براش رخ داده که اصلا توجیه ناپذیره برای مردم. میگه مگه میشه یک نفری بدون ازدواج کردن فرزند به دنیا بیاره؟ چجوری خدا امداد خودش رو اینجا میرسونه؟ نکته اینجاست، میخوام اون نبوت رو بگم، اصلا افق نبوت چطوره. امامت امتداد همون افقه، با همون ساختاره. در مورد جناب عیسی سلام الله علیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد که وقتی که این اتهام متوجه مادرش شد اشاره کرد فقط به گهواره. چه اتفاقی افتاد؟ به امر خداوند. در اونجا فرمود، در اونجا عیسی سلام الله علیه که تازه به دنیا اومده، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من بنده خدا هستم، کتاب خدا به من داده. قنداقه در قنداق داره این حرف رو میزنه، یعنی در این جایی که من الان هستم، همین الان من صاحب نبوت عظما هستم. این چیز عجیبی نیست که حالا این نبوت عظما بخواد منتقل بشه به یک فرد 5 ساله در چنین روزی. اینی که اهل سنت یه دفعه میان اعتراض میکنن، میگن این چه امامتیه؟ مگه میشه یک بچه 5 ساله امام باشه؟ چطوری میشه یک نوزاد نبی باشه؟ نبی منتخب الهی باشه، امام نمیتونه؟ علتش اینه که اصلا افق نگاه اونها به حوزه امامت کاملا با ما متفاوته. شیعه بر مبنای آیات الهی قرآن، شیعه بر مبنای روایات بسیار گسترده و کثیری که داره، افق امامت رو کاملا متفاوت میدونه. افق امامت رو هم افق بلکه بسیار بالاتر از افق نبوت میدونه. شما ببینید قرآن فرماد که ما ابراهیم سلام الله علیه رو بعد از این که امتحانهای بسیار سنگین کردیم، بعد از این که ابتلا ابراهیم مبتلاش کردیم به امتحانهای سخت، بعد از اون که گفتیم خب اسماعیل رو دل بهش بستی، اسماعیل رو ذبح بکن ببینیم تا دیگه تو باشی، کسی رو غیر از خدا بهش تعلق نبندی، محبت اون رو به دل نخری. خب ببین این تعلق رو وقتی خدا میخواد قبول، این امتحان خیلی امتحان سنگینیه. امتحان‌های متعدد که میشه، قرآن فرماد بعد از این مراحل ما یک به یک مرحله اون رو بالا بردیم. نبوت که بله دادیم، به مقام خلت رسید، خلیل الله شد، دیگه برترین شد. بعد از این مراتب قرآن میفرماد که ما او رو ودیعه امامت بهش دادیم. این امامت ما تو این افق داریم صحبت میکنیم، نه افق پایین تر از این. امامتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم جایگاهی داره که شخصیتی مثل هموینی جوینی در فرائض السنتین، مثل خوارزمی در المناقب که اینا از علمای بزرگ اهل سنتن، شیعه که به وفور این روایات رو داره، میگن وقتی که خداوند آدم سلام الله رو خلق کرد، آدم بین گل بود و هنوز خلق نشده بود. وقتی که خلق کرد آدم رو، نگاه خودش رو به عرش برد، در ظل عرش الهی 5 نور رو دید که در اونجا در حال طوافن. اینو که دارم میگم از منابع اهل سنت دارم به شما میگم. 5 نوری که در حال طواف دید، در حال سجده کردن. سوال کرد خدایا اینا کیان که به هیئت من هستن؟ که خداوند فرمود هازهی 5 من ولدک، 5 نفر از فرزندان تو هن. این افق رو ما داریم میگیم. نه آدم خلق شده، نه ابراهیم خلق شده، نه موسی خلق شده. اینها هستن اولین خلق آدم که خداوند فرمود به خاطر ایناست لولاهم لما خلقتک، آدم اگر اینها نبودن تو رو خلق نمی کردیم. لولاهم لما خلقت السماوات والارض، اگر اینها نبودن ما
زمین و آسمان رو خلق نمی کردیم. لولاهم لما خلقت الجنة و النار، نبودن بهشت و دوزخ رو خلق نمی کردیم. افق امامت اینجاست، جاییه که قبل از خلقت آدم و عالم اینها حضور دارن. این افق رو شما در نظر بگیرید، این همون افقیه که ما وقتی در زیارت جامعه کبیره که همین امام بزرگوار امام هادی سلام الله علیه که فدای اون امام همام بشم، ایشون وقتی که دارن این مقام رو ترسیم میکنن میفرمان فبلغ الله بكم اشرف محل المکرمین و اعلی منازل المقربین. خدا شما رو به بالاترین منازل راه داد، منازلی که لا یلحقه لاحق، آیندگانی نمیتونن به این جایگاه برسن. ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق، نه در گذشتگان نه در آیندگان کسی به افق شما نزدیک نمیتونه بشه. اینو امام هادی داره میفرماد. بعد حضرت میفرماد که ولا یطمع فی ادراک تام، حتی کسی طمع هم نمیکنه که نزدیک بشه این افق رو بتونه درک بکنه. ولا یطمع فی ادراک تام اون حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید. یک به یک میگه نه نبی نه ملک مقرب، هیچ کسی نیست الا اینکه جلالت شما رو میشناسه و عظمت و جایگاه والای شما رو میدونه و به اون اقرار کرده. امامتی که شیعه داره میگه در این افقه، امام عسکری در این افق اومدن و دارن بسترسازی میکنن برای ظهور امام زمان 5 ساله. اینجا دیگه 5 ساله و 4 ساله معنا پیدا نمیکنه. من یک نکته کوچک بگم بحثم رو تمام بکنم. تقاضا میکنم، فرصتتون هم خیلی محدوده. بله. جناب صدوق رحمت الله علیه در این کتاب کمال الدین به تمام النعمه‌شون ابتدای کتابشون همین رو میگن ببینید تا این نگاهتون رو به امامت تغییر ندید نمیتونید درک بکنید امامت امامی با این سن و سال رو که امام عسکری میاد بستر رو طوری فراهم میکنه که قبل از اون که امام بخواد ظهور پیدا بکنن و معرفی بشن مدتها در پس پرده حضرت با مردم صحبت میکردن تا مردم با غیبت و مقوله غیبت آشنا بشن. ممنونم آقا، تشکر میکنم. انشالله زیارت شما قبول بشه. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم به واسطه همراهیتون. مجددا تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما. سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار امام زمان، روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و توفیق این رو داشتیم که در سامرا پیش روی شما باشیم. انشالله در تشرف و زیارت خودمون به یاد شما و نایب الزیاره شما خواهیم بود. ما رو دعا کنید. بدرود و خدا نگهدار.